سلام دوستان، شاید خیلیاتون توی بیمارستان اینجور عملهای جراحی رو دیده باشید. بریم با هم یاد بگیریم که چی هست. خب دوستان، خیلیاتون دیدید که این میله ها رو میذارن توی استخون و یه سری وزنه ها یا سرم ها بهشون وصله، 4 تا 5 تا 10 تا اینها توی ارتوپدی. خب اینجا میخوایم در موردشون به طور کامل یاد بگیریم چیا هستن، مکانیزم کارشون چیه و غیره. خب چیزی که میخوایم در موردش صحبت کنیم اسمش ترکشنه، اما قبلش باید با یه سری اصطلاحات دیگه در شکستگی آشنا بشیم. اولین اصطلاحات شکستگی یعنی اینکه شکستگی اتفاق افتاده. خب و یه سری حرفای جدید، واژه‌های جدید باید یاد بگیریم. اولین واژه جدید دیسلوکیشنه. دیسلوکیشن به معنی جابجایی، یعنی یه قطعه شکسته و حالا جابجا شده نسبت به جای اول خودش، دیگه سر جاش نیست. این بهش میگن دیسلوکیشن. اگر شکستگی رو بیاری دوباره بذاری سر جای خودش، مثل چی؟ مثل اینجا. الان مثلا با این وسیله این کار انجام دادیم، شکستگی دوباره یه خط شده فقط. این بهش میگن چی؟ ریداکشن. اگر کاری بکنیم که دو تا طرف استخونمون کشیده بشن، بهش میگن ترکشن. ترکشن یعنی کشش دادن. برای چی؟ ترکشن برای ریداکشن انجام میشه. ترکشن برای ریداکشن. این بحث ماست. و بعد از اینکه ترکشن دادیم، حالا ریداکشن گرفتیم، باید چیکار کنیم؟ اونو ثابتش کنیم. بهش میگن چی؟ فیکسیشن. فیکسیشن رو با چی انجام میدادیم؟ یا با اکسترنال فیکساتورها یا با اینترنال فیکساتورها. الان این چیه؟ یه نوع اینترنال فیکساتوره، یعنی یه چیزی که میره داخل پوست رو باید باز کنیم و داخل بدن یه کار رو انجام بدیم. اما اکسترنال فیکساتورها از بیرون از بدن این کار رو انجام میدن. خب برای اینکه اینا رو بفهمید قاعدتا باید ویدیوهای ارتوپدی زیادی از بنده رو ببینید تا متوجه این بحثا بشید. مخصوصا ویدیوهای وبینار ارتوپدی که خیلی مهمه و پایه ارتوپدی. خب تعریف ترکشن چیه؟ ترکشن به معنی اعمال نیروی کششی پیوسته یا متناوب به اندام برای اهداف درمانیه. خب یه سری اهداف درمانی داریم ولی اصلی ترینش چیه؟ که این استخون رو بذاریم کنار هم دیگه. خب پس از شکستگی چه اتفاقی میفته؟ وقتی یه شکستگی رخ میده، دقیقاً چرا ما باید ترکشن بدیم؟ چرا اصلا چه اتفاقاتی اونجا میفته؟ ببین اطراف این استخوان‌ها عضلات هستن، عضلات متنوع. وقتی یه شکستگی اتفاق میفته، این عضلات دچار اسپاسم شدید میشن. چرا اصلا اسپاسم میگیرن؟ در خلقت انسان به این شکل بوده که وقتی یه استخونی میشکسته، خب عضلات اطرافش منقبض میشدن تا این دوتا انتها دیگه به اطراف خیلی آسیب نرسونن. چرا؟ چون اینجا رگ داریم، ورید داریم، عصب داریم. اینا اگه بتونن عضله همونجوری شل بمونه، این ته اینا هم بتونه راحت حرکت بکنه، میتونه اینا رو آسیب بزنه و فرد دچار مشکلات بیشتری بشه. ولی بدن آدم در مرور سالیان سال یاد گرفته وقتی یه شکستگی اتفاق میفته با آزاد شدن ایون‌های کلسیم یک انقباض شدیدی به عضلات میده که این دوتا استخونه سر جای خودشون بمونن. اما وقتی این انقباضه از اونجایی که خیلی اسپاسم شدیدیه، انقباض شدیدیه، استخون‌ها میتونن نسبت به هم دیگه دچار دیسلوکیشن بشن. یعنی اینجا وایسه، این یکی بیاد وایسه اینجا. خب این دیسلوکیشن. اما سر جای خودشون ثابتن ولی تکون خورده و وایساده. خب خدمتون بگم که وقتی این اسپاسم خیلی شدید هستش، خب ما باید بیایم اسپاسم رو از بین ببریم. با چی این کار رو انجام میدیم؟ با ترکشن. یعنی میایم اینقدر به این استخوان فشار وارد میکنیم که این عضلات کنار رها کنه، ول کنه دیگه، یعنی شل کنه اینا رو و این دوتا استخوان بیان دوباره در یک راستا قرار بگیرن. خب این اسپاسم خودش باعث درد شدید میشه و اختلال خونرسانی هم میده. درسته یه کار خوبی انجام میده ولی از اون ورم یک سری مضرات داره. یکیشیه اینه که درد شدید بده، برای همین ما بعد از شکستگی درد داریم. و یکی هم چی؟ اختلال در خونرسانی. شما الان اگه کف دست خودتون رو محکم فشار بدید بعد باز کنید میبینید سفید شده. دلیلش چیه؟ وقتی یک عضله انقباض شدید باشه براش اتفاق بیفته،
دیگه اون خونرسانیش خوب نخواهد بود. خب ما دیگه علم ارتوپدی اومد گفتش که دیگه رها نکنیم این استخونی رو تا خودش خوب بشه، بیایم بهش کشش بدیم رها بشه این استخونه، این عضلات استخونا در یک راستا قرار بگیرن، بعدش بتونیم جراحیش بکنیم. خب اهداف ترکشن چیه؟ بازگرداندن قطعات شکستنی اصلی ترین. حالا اگه دانشجوی من هستید یه زمانی می‌خواستم ازتون سوال بپرسم، بدونی که از چیزایی که من مد نظرم اینه بازگرداندن قطعات شکستنی در یه راستا قرار بگیرن. یادتون باشه توی بحث ارتوپدیمون این بود که آقا وقتی یه استخونی میخواد به هم دیگه بچسبه، یکی از اصلی ترین بحثاش اینه دو تا استخونه در یه راستا قرار بگیرن، یعنی مثل روز اولشون باشن دیگه، و بعد به هم بچسبن و بعد بین این دوتا یک کامپرشن باشه. اینا محیط های خوب ترمیم استخوان هستش. خب مورد بعدیش چیه؟ مورد بعدیش کاهش درد و اسپاسمه. گفتیم بهتون چون عضلات خیلی شدید رفتن تو اسپاسم این درد وجود داره. پیشگیری از آسیب به اعصاب و عروق. دلیلش چیه؟ با این اسپاسم خیلی شدید خیلی وقتا اینجاها که یه مثلا عروقی هستش با اون فشار زیادی که عضلات وارد میکنن میتونه آسیب بزنه به عروق. یعنی هدفش این بوده که استخونا تکون نخورن، ولی خودش میاد کار بدی رو انجام میده و میاد آسیب میزنه. خدمتتون بگم که بعضی وقتا هم برای تثبیت موقت قبل از جراحی یا گشتگیری انجام میشه. یعنی چی؟ یعنی استخوان میاریم میذاریم تو یه راستا، بعد میبریم جراحیش میکنیم. خیلی از مریضایی که میان تو اتاق عمل میبینید بچه‌ها که مثلا با یه دونه از این حلقه ها و این پینا میاد تو اتاق عمل، بعد ما بازش میکنیم، دکتر اینا رو در میاره، بعد شروع میکنه جراحی کردن. خب چجوری به یه پوست، به یک استخوان ترکشن بدیم؟ چجوری به یک اندام کشش بدیم؟ اولین راهی که داریم ترکشن پوستیه، یعنی بیایم پوست طرف رو بکشیم. پوست رو که میکشیم همزمان اون اندام، اون استخوان‌های داخلش هم همزمان باش کشیده میشن. این بهش میگن ترکشن پوستی. اگه دیده باشی یک چسب مانند تهش دونه حلقه وصل میشه و به وزنه. ترکشن اسکلتی یا استخوانی داریم که این از وسط استخوانی پینی رو رد میکنیم، یه چیزی به اسم استیراپ میاد و این رو میکشه عقب با وزنها. وزنها هم اینجا هستن، این وزنها هستن. و ترکشن دستی، اینو شاید دیده باشید توی دست بیشتر انجام میشه، این عملای هند سرجری که مثلا معمولا به آقایون میگن یه آقای مثلا درشت هیکل و قوی بیاد بالای استخوان رو بگیره، من از پایین بکشم. جراح اینجوری میگه. برای چی؟ برای اینکه دو تا استخونه اگه از هم دیگه در یه راستا نیستن، اینا رو بیاریم با دستمون فشار بدیم. چرا تو دست این کارو میکنیم اگه توی پا نه؟ دلیلش این که عضلات دست قدرتشون کمتر از عضلات پا. عضلات پا خیلی قویان، نمیتونید شما با دست بکشید بعد اسپاسمشون رو برطرف کنید. عضلات پا باید یه حداقل 24 تا 48 ساعت در حالت کشش باشن تا رها کنن اون اسپاسم، اون فشاره رو ول کنن، دیگه دو تا استخونه در یک راستا قرار بگیره. خب ایشون که میاد این دست رو میکشه عقب و ایشون هم میکشه اینور، این میشه ترکشن. این میشه چی؟ کانتر ترکشن، یعنی برخلاف ترکشن. اگه ما فقط بیایم بکشیم اینور، خب استخوان بالایی هم همزمان باهاش میاد اینور که یه نفر باید اینور رو نگه داره، یکی هم اینور. اصلا بیمار کشیده هم میشه به اونور. وقتی بیایم یه نفر نگه داره اینور، یکی هم اینور بکشه، این دو تا استخوانی که اینجوری بودن حالا اینجوری در میاد، وای میسن در یک راستا. این راستا بودنشون برای ما مهمه. خب این از این. خب ترکشن پوستی در واقع نیروی کشش از طریق پوسته، یه چسب و یه بند و یه وزنه داره به این شکل. این میچسبونیم به پا، دورش هم باند کشی میبندیم، تهش رو میبینید یه نخ آویزونه و وزنه رو آویزون میکنیم. حد اکثر وزنی که میشه بکشه بچه‌ها، این کیلوها خیلی زیاده، یه جا میگن 5 یه جا 6، بین 5 تا 6 کیلو نوشتم که دیگه هر رفرنسی خوندی بدونید پوشش دادیم. برای کودکان مناسبه، برای آدمایی که حالا خیلی جابجاییشون شدید نیست، اسپاسمشون شدید نیست، آدمایی که سنشون بالاست، این مدل رو میشه استفاده کرد. خب و مثالش هم باکس ترکشنه، یه مدل از این ترکشن پوستی که الان دارید میبینیدش. مدل بعدی ترکشن اسکلتی که اصلا بحث ماست، ویدئوی جراحی میخوام در مورد اون بسازم. ما میایم یه استخوان فشار وارد میکنه، از وسط استخوان یه پین رد میکنیم، دورش یه حلقه رد میکنیم، این حلقه رو وصل میکنیم به اینجا. حالا اینجا یه دونه ترکشن کالکانئوس دادیم و اینجا هم وزن آویزون کردیم که به اینجا بیاد. وزن خود فردم میشه کانتر ترکشن تقریبا. خب حد اکثر وزنی که میشه داد چیه؟ 15 تا 16 کیلو. بعضی رفرنس ها میگن حد اکثر 15، حالا 1 کیلو هم دیگه ببخشید به خاطر من. ترکشن فمور یا تیبیا میتونیم با همه اینا بدیم. با چه چیزایی؟ با پین اشتینمن یا دنهام. این دوتا رو شاید توی رفرنس ها بچه‌ها یه دونه مدل بشناسید، ولی این مدل رو که وسطش ترد داره بعضی وقتا بهش میگن
اشتینمن میتل ترد اگه اشتباه نکنم، یعنی وسطش ترده، یعنی ترد یعنی رزوه داره. خود این اشتینمن هم دو مدل داره، یکی تهش صافه نوکش تیز، یکی دو طرفش تیزه، این بهش میگن دبل، یادم رفته اسمشو، یعنی دو طرف تیزه. یه سری ها این مدلیه ولی کلا بهش میگن بهش میگن پین های اشتینمن. پین های قوی هستن که شمارهشون هم 5 6 اینا هستش که برای یک ترکشن استخوانی مناسبه. خب اینا برای کی مناسبه؟ اینا برای کی؟ کسایی که استئوپروز دارن از این مدل استفاده، استئوپروز این پوکی استخوان. کسی که نداره جوونه از این مدل. تمام شد. خب وسیله‌مون چیه برای اینکه بخوایم یه ترکشن انجام بدیم؟ پین بزرگ که همون اشتینمن میشه، اشتینمن دیگه دیدید. دریل میخوایم، هموستات، بعضی وقتا دکتر میاد با هموستات اون سوراخی که ایجاد کرده با تیغ بیستوری 11 باز میکنه تا رو استخوان. بعضی هم نه، با همون پینه مستقیم میرن روی استخوان. بی اسی لوکال میدن یعنی لیدوکائین، و استیراپ، این حلقه رو بهش میگن استیراپ. بعضی جراح هم میان با این جیکوبس یا جاکوبس انجام میدن، این به جای دریله، دستیه، ولی خب دیگه کسی این کار رو انجام نمیده، همه با دریل میرن. خب چیکار میکنیم؟ میایم اول نقطه ورود و نقطه خروجمون رو لیدوکائین میزنیم. حالا از قبل اومدیم پا رو بتادین زدیم، پرپودرب یعنی در واقع انجام شده. حالا میایم دو طرف رو لیدوکائین میزنیم، بی‌حس بشه، سر بشه و خونریزیش هم کمتر بشه و روی استخوان میریم از این ور و از این ور پینمون رو میزنیم. از کجا باید وارد بشیم؟ برای پروگزیمال تیبیا. خب اصلا چرا این پین رو اینجا قرار میدیم؟ برای شکستگی هایی که در سابتروک پایین تر. ببینید این اگه گردن فمور باشه این به سمت پایین، این تروکانتر بزرگ باشه این تروکانتر کوچیک، از پایین اینها به بعد هر شکستگی به وجود بیاد برای کشیدنش باید بیایم از تیبیا بکشیم، از تیبیا. اوکی، از پروگزیمال تیبیا یه پین وارد کنیم اینجوری و کشش رو از اینجا بدیم تا این قطعاتی که اینجا شکستن اگه مثلا حالا در یه راستا نیستن ترکشنشون رو اینجا بدیم. اوکی، همیشه ترکشن پایینتر از اون نقطه اتفاق میفته برای اینکه بخوایم بکشیمش. نمیایم اینجا اگه شکسته اینجا پین بذاریم، درست نیستش. خب پس از شکستگی های سابتروک به پایینتر کاربرد داره. بعضی وقتا هم باز برای شکستگی هایی که اینترتروک و اینا هستن هم از این مدل استفاده میشه، ولی کتابیش اینه که سابتروک به پایین یعنی سابتروکانتر، این تروکانتر بزرگ پایین، پایینترش هر شکستگی اتفاق افتاد این مدل پینو بذاریم. اگر بالاتر از این بود کجا؟ دیستال فمور. حالا این هم در موردش صحبت میکنیم. خب حالا ما برای اینکه در واقع عصب پرونال رو آسیب نزنیم در این ناحیه میایم از در واقع لترال وارد میشیم و از مدیال خارج. عصب پرونال اینجاها هستش، اینکه آسیبش نزنیم از این ور که بیای ممکنه گیر بکنه به عصب آسیب ببینه. اینا رو خوب یاد بگیرید، اینا همه نکته امتحانی و ارشدی و این داستانات استخدام اینا. خب بعد از کارگزاری پین این استاف اوروس زیاد هستش این دور برای اینکه عفونت کنه که اصلا عوارضش هم از این عفونته. بعد دور برش رو قشنگ بتادین بزنیم، گاز بتادین اینجوری این طرف اون طرفش، و بعد هم بعضیا میان از یه سری آتل های مخصوص استفاده میکنن، بعضیا با همون ویبریل معمولی میبندن و باند کشی. حلقه هم که این استیراپ بهتون گفتم سفتش میکنیم دو طرف و این تعیینا رو اگه دیده باشید بعضی وقتا میبینید یه جلد یه دونه ویال سفالکسین کفلین اینا میزنن ته اینا که این ته تیز اینا نخوره به جایی آسیب بزنه به کسی، چسبش میزنن. خب حالا من فیلم جراحیشو براتون میذارم، حالا بذاریم یک کم بریم جلوتر من بقیه ترکشن ها رو بگم. همشون سیستمشون یکیه، فقط بعضیا مدیال به لترالن، بعضیا بالا پایین باید بشن و نکات دیگه. یه چیزی هم اینجا بهتون نگفتم بچا، برای اینکه وارد بشیم به نقطه ورودمون رو، حالا اگر رزیدنت هستید این ویدیو رو میبینید، باید توبرکل یا همون توبروزیته تیبیا رو انتخاب کنید. خب 2 سانتی متر برید به خلف، به عقب، میشه مرکز در واقع چیتون، این ورودتون 2 سانتی متر به خلف و 2 سانتی متر به پایین در اصل اینجاست، نقطه ورودتون اینجاست. حالا تو این ویدیو توی این عکس این شکلی کشیده، یا بعضی وقتا هم میان از مفصل میگیرن 2 سانتی متر پایین 2 سانتی متر به خلف، اینجور موردی. حالا تو بروزیتر رو در نظر بگیرید، برید عقب 2 سانتی متر پایین، اینجا میشه نقطه ورودتون برای این مدل. خب برای اینکه شکستگی های بالای سابتروک رو ترکشن بدید، نقطه ورودتون میشه 3 سانتی متر بالای
زانو. ببین زانو اگه باشه 3 سانتی متر میرید بالا یا 2 الی 3 انگشت. ببینید از اینجا میرید بالا، یا بعضی وقتا هم از پتلا در نظر میگیرن، میگن 2-3 انگشت برید بالای پتلا. خب این ای او هر چی میگه این رو میتونید رفرنس قرار بدید با خیال راحت. ما هم اینو الان رفرنس قرار میدید چون من کتابای دیگه هم خونده بودم، اینا بذار متفاوت میگفتن. 2 تا 3 انگشت از پتلا، بالاترین نقطه پتلا برید بالا به این شکل، و خدمتتون بگم که 2 تا 3 سانتی متر هم برید عقب، چون ما داریم از لترال مثلا میخوایم ببینیم اینجوری، ما از این بالاشو میگیم در نظر، اینجا میگیم 2-3 سانتی متر بیایید بالا. خب اینجا ببین 2-3 سانتی متر بیایم بالا، ولی خب اینجاش کجا؟ اینم یه 3 سانتی متر هم میایم عقب که این نقطه بشه نقطه ورود ما. یعنی قوی ترین قسمت استخوان خلاصه در نظر بگیرید که میخوایم بریم داخل. پس 2 الی 3 سانتی متر بالاتر از پتلا در نظر میگیرید و میرید وسط استخوان رو میگیرید، از بغل میخواید وارد شید دیگه وسط استخوان. و مدیال به لترال میریم اینجا، مدیال به لترال برای اینکه اینجا آسیب نزنیم. خب ترکشن دیستال تیبیا برای کجاست؟ دیستال تیبیا یعنی اگه بخوایم پایین تیبیا رو کشش بدیم، شکستگی کجا اتفاق افتاده؟ پروگزیمال تیبیا شکستگی اتفاق افتاده، یعنی در نزدیکی زانو اگر شکستگی داشته باشیم اینجور جا، بعد بیایم در دیستال تیبیا پین بذاریم. خب مدیال به لترال میریم، 5 سانتی متر از مفصل مچ پا در نظر میگیریم، میایم بالا، از وسط استخوان وارد میشیم میریم بیرون. اوکی، 5 سانتی متر از مچ پا میایم بالا. خب اینجا چرا نمیخوایم آسیب به چی بزنیم؟ به ورید سافنوس. ورید سافنوس همون وریدیه که برای CABG قلب استفاده میشد. این هم خیلی مهمه در عملای ارتوپدی، در لترال در مدیال ملئوس فرکچر هم مهمه اینجا. خب یه شکستگی دیگه داریم. حالا اگر پروگزیمال تیبیا نبود، یعنی مثلا این تیبیا اینجوری در نظر بگیرید، چقدر زشت کشیدم. خب این پروگزیمال تیبیا نیست، هر چقدر پایین ترش بود دیگه باید بیایم در کالکانئوس پینمون رو بذاریم، در کالکانئوس. خب نقطه ورودمون میشه 4 سانتی متر پایین تر از قوزک داخلی پا. این قوزک داخلیه، 4 سانتی متر بیایید پایین و 4 سانتی متر برید عقب. اینجا میشه نقطه ورودتون. و نکته مهم، اینجا باید از پینهای دنهام استفاده کنید، همون پینهایی که بودش اینجوری بودن، دو طرفشون حالا تیز، این وسطشون رزوه داشت. چرا؟ چون استخون اینجا استخون متخلخل یا همون اسفنجیه. خب کنسلوس. و مدیال به لترال میریم. مدیال به لترال چرا؟ چون اینجا کلی عصب و شریان داریم. خب بعدی در اندام فوقانی ترکشن ها خیلی کمن، حالا یه دونه رو داریم، چون استخون هومروس اگه اینجاش بشکنه، هومروس بشکنه در کل، اینجاش مثلا بشکنه، میایم از پایین ترش، اینجا اولکرانون دیگه، میایم 3 سانتی متر از بالاترین نقطه اولکرانون میریم پایین تر، اینجا میشه نقطه ورودمون، یه دونه پین وارد میکنیم و ترکشن میدیم. خیلی کم میبینید، کمتر نسبت به اون یکی ها، بیشتر همون پروگزیمال تیبیا ترکشن داریم، دیستال فمور ترکشن داریم، دیستال تیبیا ترکشن داریم و کالکانئوس ترکشن داریم که دیگه شکستگیشون هم بهتون گفتم هر کدوم برای چه شکستگی استفاده میشه. و خدمتتون بگم که از مدیال به لترال میریم اینجا هم. خب اینا رو خوب یاد بگیرید. خب مراقبتاش چیه؟ چک نورولوژیک و عروقی اندام. یعنی چی؟ میشه پالس و موتور و سنسیشن، یعنی ضربان قلب داشته باشه، حرکت بتونه بکنه و سنسیشن، حس داشته باشه. بررسی محل ورود پین جهت جلوگیری از عفونت، اینو خب بهتون گفتم خیلی ریسکیه برای عفونت، دورشو گاز بتادینه بذارید. تنظیم دقیق وزن و زاویه ترکشن با دکتر، کاری با شما نداره، با بچه پرستاریه. شما صرفا اینو قرار میدید توی اتاق عمل هم قرار میدید، توی اورژانس هم میذارن، توی اورژانس هم خیلی رایجه، مخصوصا این پزشکای اورژانس که جدیدن زیاد شدن توی اورژانس همه این کارا رو انجام میدن. و حین ترکشن نباید بیمار حرکت کنه، این حرکت نکردنش خودش خوبه برای شکستگیش ولی بده برای زخم فشاری. بعضی وقتا شما باید بررسی کنید زخم فشاری نگیره. خب یکی از اصلی ترین عوارض این پینگذاری زخم فشاری ناشی از چیه؟ بی حرکتی طولانی. آسیب عصب و عروق که خیلی ترکشن بدیم زیاد، این میتونه آسیب به عصب و عروق داشته باشیم. عفونت در محل پین، مخصوصا در ترکشن هایی که استخوانی هستن، حالا پوستی ها هم میتونه زخم فشاری بده.
آسیب پوستی در ترکشن پوستی که این وقتی خیلی دیگه ترکشن بدیم وزن رو زیاد کنیم این اتفاق میتونه بیفته و همینطور اختلال در هماهنگی وزن و زاویه وزن. این معمولا پزشک این اتفاق براش میفته، این خیلی زاویه رو خوب نمیبنده و یا حالا تجربهش کمه و اون ترکشنی که میخوایم نمیگیریم. خب حالا بریم ویدیوی عمل جراحی که با هم دیگه اولش دیدیم و ببینیم. خب دوستان اینجا فیلم جراحیشو با هم دیگه ببینیم. ابتدای کار اینه که بیایم پرپ کنیم و قشنگ با بتادین یا با الکل یا با کلورهگزین هر چی که دارید. توی اورژانس هم این کار میتونه انجام بشه. ما اینجا الان قراره که ترکشنمون در دیستال فمور باشه. برای چی؟ چون شکستگیمون در استابولوم یا پروگزیمال فمور بوده. اگر این چیزا یادتون نمیاد ایراد نداره، برگردید به ویدیو رو از اول ببینید. خب برای اینکه راحت تر بتونیم پینمون رو بذاریم میتونیم یه دونه بامپ هم که الان ایشون داره آماده میکنه بذاریم زیر زانو که یه خورده بیاد بالاتر، هم برای راحتی هم برای راحتی خود بیمار هم راحتی ما. خب 4 تا شانه 90 آماده کنید، یکی در مدیال پایین، بالا و در لترال که یه حالت محیط استریل ایجاد کنید. فرقی نداره تو اتاق عمل انجام بدی توی اورژانس سیستمش اینه، ولی یادتون باشه که استریل انجام بدی چون قراره برید توی استخون خونرسانی خوب نداره و میتونه به راحتی دچار عفونت بشه فرد. خب بریم جلو. این از نقطه ورود. بچه‌ها خیلی هستن که لیدوکائین میزنن، شاید از قبل زدن به ما نشون ندادن یا هرچی، لیدوکائین رو ورود و خروج اون میزنیم. خب مرحله بعدی تیغ زدنه. باید پوست رو تیغ بزنیم دوستان. ببینید به این شکل پوست رو با این پینه، نگید تیزه من میتونم راحت وارد شم، میزنه جر میده و این جر زدنه بد میشه، خیلی اسکار بدی میندازه. پوست رو سوراخ کنید، بعد با پین میرید روی استخون. ببینید ایشون الان قشنگ رفته وسط استخون رو گرفته، داره با پینش فشار میده که ببینه آیا وسط استخون هست یا نه. خب الان جاش اوکیه. فقط یه نکته، اگر بعضی این رزیدنت ها رو من میدیدم اون موقع که خودم باشون کار میکردم، زاویه است. ببین زاویه‌تون نباید کج باشه، به بالا باشه. چرا؟ چون یه طرف خوب وارد میشید، یه طرف ضعیف، بعد میشکنه استخون. خب زاویه دستتون هم سعی کنید صاف باشه، عمود بر استخوان باشه. خب الان دست ایشون باید یه خورده بیاد پایین‌تر. ببین پاشو یه ذره جمع کرد که بتونه ورودش صاف باشه. اینجوری عمود بر استخوان. خب وارد که شدیم، یعنی حالا جامون که اوکی شد، شروع میکنیم به دریل کردن. خیلی راحت. خب شما آماده میشید. حالا بعضی وقتا جراح بهتون میگه که آقا مثلا کمکم کن اون ورشو تیغ بزن. یه تیغ دستتون بالا باشه، دم دستتون، مثل ایشون الان تو این صحنه دارید میبینید. اگر سوراخ اومد این ور، تیغو میزنید، سوراخ میکنید و از این ور میزنه بیرون. به همین سادگی، یعنی چیزی نکته خاص و پیچیده ای نداره. خب سوراخ شد، ولی خب باز خوب سوراخ نکردم به نظر من. یه ذره میریم این پینو میکشیم عقب. ببینید پینو میکشیم عقب دوباره، یعنی دریل میکشیم عقب که دوباره پینو بیشتر ببریم جلو. به این شکل از دستش در رفت. دوباره باید سفتش کنه، پینو سفت نکرده بود دریلو. خب وارد شد دیگه. اندازه دو طرفمون الان به یک اندازه پین بیرون هست اینجوری. خب مرحله بعدی چیه؟ اینه که دور و برش رو پانسمان کنیم، ویبریل بذاریم و همینطور باند کشی و بعدم استیراب. خب به این شکل دو طرفش رو گاز بتادینه میذاریم. آیا همینجا کشش میدیم؟ نه، میتونه بره توی بخش. الان ما که دیگه پانسمان کردیم بهتر بود ویبریل هم میبستن ایشون، ولی خب حالا نکردم. در هر حال حالا این استیراپشون هست. استیراپ همیشه نباید یه شکل باشه، اون حلقه طوره باشه، ولی مدلش یکیه. قراره دو طرف این میله بیفته، خب که کشش بده. الان این شد کشش ما و بعدم وزنه بهش آویزون میشه. چون توی اورژانس هستن اینا الان اومدن و بهش یه نمیدونم سرم چند لیتری بهش اضافه کردن. ما توی اتاق عمل یا توی بخش 4-5 تا سرم یا 7-8 تا سرم به هم دیگه میبندن و اینجوری کشش میدن به اندام. خب امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید.
اگر ویدیو رو مفید دیدید خوشحال میشم که به دوستانتون هم معرفی کنید. موفق باشید.